سالها دل طلب جال و جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. یک عارف دیگه رحمت الله علیه میگن گفتمش بالله، گفتا که دیدار مرا دیده باید ورنه پنهان نیم ای آشکار. یک حالات مخاطبوی، یک حالات خلوتی است که بنده در ضمیر وجود خود برش مهیا میشه از فضل کرم الله سبحانه و تعالی. پس امین اطلاعات که این دشمن ها بالاخره انسان فایق آمد، الله سبحانه و تعالی بنده خود در یک کرسی می نشانه که با جز قیمت از ذات واجب الوجود دیگر کس علاقه نمی‌کند. قیمت ما را نداند جز خدا، مشتری ما نگر کامیار ماست. پس انسان یک جایگاه را به خود باید احراز میکند و این جایگاه انسان در کجا است؟ باز هم متعلق به وجود خودش است، متعلق به وجود خودش است. اگر سختی ها، تکلیف ها، مجاهدت ها است، ولی علمی رسیدن به کمال است. کمالی که در وجود خود انسان تعبیه شدگی از جانب ذات واجب الوجود با علمی استعداد انسان در عالم دنیا آمده، ولی اما استعداد انسان از خود بنابر مشغولیت دنیا، بنابر وساوس شیطان، بنابر تحریک نفس این از دست داده. الله سبحانه و تعالی میخواد که بنده فضل دارد و اما مقام منزلت پس خدا شود و جایگاه خود بگیرد، ناگزیر نمیتونه حرکت های انسان انجام بده. خود امتحان باعث رشد و ترقی انسان میشه. امتحان چیزی نیست که بسیار زشت باشد، امتحان باعث رشد و ترقی انسان میشه. و از بس که الله سبحانه و تعالی ما شما را دوست دارد، ما شما را با ما شفقت دارد، این میتونه اسباب برای ما شما گذاشته. بالاخره ما در وجود خود و همین کیفیت برمیخوریم. پس هر برادر، هر خواهر با شمول خود برادر متوجه به احوالات وجود خود میشون که ما در این وجود خود چه احوالات دارم، چه معنویات دارم، چه افهامات دارم، چه تفهیم دارم، چه یادداشت دارم، چه نگهداشت دارم. هر برادر، هر خواهر برای خود متوجه شد چه مقدار است. شکر الحمدلله هیچ وجود از این محروم نیست، همه وجودها از این بهره‌ور است، ولی که هر کس در صدد از این باشد که بیشتر شود، بیشتر شود، بیشتر شود، بیشتر شود تا سر تا وجود ما چنان شود که علمی چیزهایی که ذکر شده هیچ مانع از برای ما نگردد.